در ازبکستان کشور همسایه تاجیکستان بعد از بازداشت سابق وزیر کارهای داخلی رهبر خدمات امنیتی ملی که از شخصیت‌های بانفوذ کشور محسوب میشد از مقام برکنار گردید. رستم اینایتوف بیش از 20 سال ریاست این نهاد پوشیده و نیرومند ازبکستان را بر عهده داشت. این خدمات تا یک سال قبل از بی‌رحم‌ترین نهادها به شمار می‌رفت. همکارم طاهری سفر تفسیلات برکناری رستم اینایتوف را از شورای بخشی ازبکی رادیو آزادی سیروجدین اسلام پرسید. تا هنوز یک سبب اصلی دقیقش نیست. گفته می شود که با نفقه برآمده، سنش 73 ساله است و 23 سال باز این ابرقدرت ترین یک ساختار دولتی را اداره میکرد و در عمل یکی از اشخاص بود که سیاست درونه و بیرونه کشور را معین میکرد. ولی خبرهایی که ما داریم در دست داریم از منابع گوناگون طول هفته گذشته رستم اینایتوف روز 25 ینور برای برکنار شوی برای استعفا برآمدنش به نام رئیس جمهور شوکت میرزیویف عریضه نوشته و تصمیم نهایی را شوکت میرزیویف دیشب در تاشکند گرفته و اینا فقط یک چند نفر از اشخاص مهم کشور از رهبرای دولت میدانست خلاص، ولی امروز یک مجلس اساسی را گذراندن. به جای رستم اینایتوف امروز اختیار عبداللهیف 53 ساله که از ساختار عدلی برآمده و 3 سال باز سر پرکرور کشور بود انتخاب شد. گزارش ها هم بودن که گویا محض رستم اینایتوف نمیخواسته است که تاجیکستان یا ازبکستان با تاجیکستان نزدیک شود، طوری که شوکت میرزیویف میخواهد. این گزارش ها تا کجا واقعیت دارند؟ این گزارش ها البته از روزی که شوکت میرزیویف به سر قدرت آمد بودند، ولی ما در دست اسناد دقیق نداریم آیا این درست است یا نادرست. اما من مطمئن هستم که شوکت میرزیویف میخواهد تمام این ساختار دولتی که از طرف پرزیدنت اسلام کریموف احیا شده بود از نو برپا کند و یک نظامی پیدا شود که یک ساختار پیدا شود که هم برای کشورهای دموکراسی به نام یا کشورهای غرب و هم برای مردم ازبکستان پسند آید. تشکر. همکارم سیروجدین اسلام از بخش ازبکی رادیو آزادی با ما صحبت میکرد. تشکر سیروجدین. سلامت باشید.